با خبرهای ورزشی پرسپولیس بت در خدمتتون هستیم. استون اورونوف دوباره سوژه شد. شایع شده که شاید برابر شمس آذر بازی نکنه، ولی خودش محکم میگه میخوام بازی کنم. این وینگر ازبکستانی یه زمانی ستاره بی‌رقیب پرسپولیس بود، ولی بعد از تمدید قراردادش انگار همه چیز برعکس شد. تو این فصل 14 بازی غیبت داشته، یعنی 3 ماه دور از زمین، اما بعد از یه دوره درمان فشرده حالا آماده برگشته. حتی تست پزشکی رو هم با موفقیت رد کرده و اصرار داره تو تمرینات حاضر بشه. اگه همه چیز خوب پیش بره شاید جلوی شمس آذر تو ترکیب یا حداقل روی نیمکت باشه. پرسپولیس وسط زمین کمبود بازیکن داره و این بازگشت میتونه یه خبر عالی برای کارتال باشه. حالا باید دید اورونوف فقط شعار میده یا واقعا آماده برگشته. ممنونم بابت همراهیتون، ما رو دنبال کنید.